صبر کن. اگه واقعا روی این ویدیو کلیک کردی یه اعترافی بکنم. نه کاور خفنی داشت، نه اسم عجیب غریبی. پس ته دلت دنبال تغییر بزرگ توی زندگیتی، درسته؟ چون این ویدیو دقیقاً برای همینه. تا آخر بمون، چون قراره یه رازی رو بهت بگم که اگه انجامش بدی قول میدم کسی که چند ماه دیگه میبینتت نشناستت. حالا که اینجا هستی میدونی این استارت کاره. من رامینم و خیلی خوشحالم که بالاخره کانال خودتو پیدا کن و راه اندازی کردم. این اسمم تصادفی انتخاب نکردم. باور دارم بزرگترین پروژه زندگی هر کسی خودشه. ببینید، همه ما توی زندگیمون به دیوار خوردیم، به جایی که حس میکنیم گیر افتادیم. شاید توی شغلمون، شاید توی رابطه هامون، یا حتی توی حال روحیمون. این کانال قراره اون نقش راهی باشه که از این دیوار رد بشیم. قرار نیست فقط حرفای انگیزشی خالی بزنیم. یه سفر باحال علمی توی دنیای رشد شخصی و خودشناسی. حالا چرا خودشناسی اینقدر مهمه؟ چون تا وقتی تو ندونی کی هستی، چی میخوای و چرا میترسی، هر چقدر هم بدوی بازم داری توی جای اشتباه پا میذاری. ما میخوایم ریشه مشکلات رو پیدا کنیم و از پایه یه زندگی قوی و محکم بسازیم. ما اینجا روی 3 ستون اصلی تمرکز میکنیم. اینا رو حتما یادداشت کن، یادت باشه. اولیش انگیزه و آتش درون. خیلی هامون فکر میکنیم انگیزه یه چیز موقتیه، اما ما یاد میگیریم موتور انگیزمون رو روشن کنیم و دیگه نذاریم خاموش بشه. این یعنی ساختن عادات درست، مدیریت انرژی و دور انداختن تنبلی‌های مزمن. این فقط یه بحث ذهنی نیست، یه سیستم عملیه که بهت میگه هر روز صبح چطور با قدرت شروع کنی. دومیش هدف گذاری هوشمند و عملیه. همه ما هدف داریم، درسته؟ ولی چند نفر واقعا به هدفشون میرسن؟ ما قراره ببینیم چطور باید هدفامون رو طوری تعریف کنیم که واقعا قابل دستیابی باشن. چطور یه هدف بزرگ رو تیکه تیکه کنیم و از قدم‌های کوچیک به نتایج بزرگ برسیم. سومیش ساختن یه زندگی شادتر و موفق‌تر. ببین، موفقیت به معنای یه حساب بانکی پر نیست. موفقیت یعنی رضایت درونی. ما یاد میگیریم چطور استرس رو مدیریت کنیم، چطور رابطه هامون رو سالمتر بسازیم و چطور از همون لحظه‌ای که هستیم لذت ببریم. قراره یه زندگی بسازیم که هم پر از دستاورده و هم پر از آرامش. پس اگه حس میکنی زندگیت به تکون اساسی و مثبت نیاز داره، این کانال برای توه. حتما با من همراه شو و یادت نره که سابسکرایب کنی و اون زنگوله رو هم بزنی که ویدیوهای جدید رو از دست ندی و به جمع رفقایی بپیوندی که دنبال یه نسخه بهتری از خودشون هستن. قراره با هم یه انقلاب بزرگ توی زندگیمون بپا کنیم و یه تغییر بزرگی که همه متوجهش بشن. آماده باش که اون آدم جدید رو بسازی و تا چند ماه دیگه اون آدم سابق نباشی.